الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق علیه که شید حدیثی هست که در قریب در همه سیته های سیته این حدیث وجود دارد. چی زیبا رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما و شما تعلیم میدهد. میگه وقتی که جنازه را مرده را از خانه مرده‌دار، از هر کسی که فوت میکنه از خانهش میبردارنش، از پس او سه چیز روانه میشود. برادران خوب توجه کنید. وقتی مرده را که هر برادر هست، پدر خواهر من، هر مادر، هر کسی که فوت میکنه از خانهش که میبردارنش، از پس او سه چیز سفر میکنه. یکم چی شای؟ عمل شای. دویم چی شای؟ اهل شای، اهل عیال شای. سیم چی شای؟ مال شای. همین سه چیز از عقب انسان چیکار میکنه؟ روان وجود داره. وقتی که از خانهش میبردارنش، مالش در خانهش میمونه. دویم دو تایدگش روانه میشوه. دو تشیه اون عمل شای، اهل عیال شای. در پیش داخل قبر که میمونن، اهل عیالشم بر میگرده. یگانه چیزش میمونه این عمل شای. از مکافات عمل غافل مباش، گندم از گندم بروید جوز جو. هر چی کنی با خود کنی، کس نتواند با تو کرد. در اون داخل قبر فقط عمل تو میموند، دیگر هیچ چیز از من تو نمیموند. مال متاعی که جمع کردیم در خانه میموند. اهل عیال مبصر قبر میروند، باز میگردن، ما را در قبر تنها میمونن، فقط عمل میمونن. خوش به حال اون بنده ای که به توشه داخل قبر میشود. فاطمه رضی الله عنها دختر پیامبر، سعید اهل جنه، ابوذر غفاری وقت قبر تیار کرد، در امول حدش یک تزد، گفت ای لحد هشیار باش که امروز مهمان تو دختر رسول الله صلی الله علیه و میشد، دختر محبوب رسول الله صلی الله علیه و. وقتی که صبرش از لحد بیرون میکرد، وقتی میخواست که از لحد بیرون شود، ابوذر از داخل قبر آواز ورمد، گفت یا ابوذر هذا موضع عمل لا موضع نسب. ای ابوذر فراموش نکن این قبر موضع عمل، موضع نسب نیست. نگو دختر فلانیم، بلکه اینجا از عمل نگاه میکنن. به همین خاطر مولای من تر خبر میدهد، برای من توی بنده گمراهی به توفیق خبر میدهد. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. مرده را میبرند، روحش ایقی بسوده نگاه کشد، جان مسکین نظر کند از دور. نه نگوید ای بدخیش، هم به خود بد کردی و هم به خیش. این که میخستی و میخوفتی، زن و مال و فرزند میگفتی. بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت. اکنون پیش پروردگارت میره، چی جواب میتی؟ به همین خاطر برادران هر کجا که باشه فکر کنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در بین شما دو چیزم ترک کردم، یکش گپ میزنه، دیمش خاموشه. او یکی گپ میزنه، قرآن از کلام پروردگار است که به من تو سخن میگه. او یکی سامیت از خفقان است، اون مرگ است. یکی از نشانه‌های قیامت این مرگ است. مرده رو برند سوی گور، جان مسکین نظر کنه از دور تماشا میکنه و حال خودش نگاه میکنه، میگه چی بد کردی، چی ناخوبی ها کردی. به همین خاطر هر جا که باشه مرده یک کسی که دیده، مرده خودتون یاد کنه. مرگ دیگر کس دیدی، مرگ خودم یاد که روز بزیر قبر میره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که از عذاب قبر نجات یافت، از قیامت هم نجات میوه. هر کسی که از قبر که نجات نیافت، از قیامت هم نجات نمیوه.
نگاه که دامادش عثمان غنی بشارت به جنتش داد که به رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگیش. که هر وقت که قبرستان میرفت میگفت اینجا یک غریب بندگی میکنه. ای دوزخ ای بهشت گپ میزدن گریه نمیکرد، از قبر که گپ میزدن گریه میکرد. گفتن آخر رسول الله در زندگی جنتی گفته که چرا گریان میشه؟ میگفت این قبر خانه است برای بعضی ها، روضه از روضه های جنت میشه، برای بعضی حفت من حفت نار میشه، چاهای از چاهای دوزخ میشه. پروردگار من را نجات بده از این دوزخ، از قبر.